همچون سایه مرغان در سفر خاک، آزاری به موری نرساندیم و گذشتیم. سلامی دوباره خدمت همه عزیزان، همه مهردلان. خیلی خوشحالم که شبی دیگه در کنار هم هستیم و ادامه کتاب زیبای ملت عشق رو با هم دیگه میخونیم. ممنونم از این که کنار من. شمس، قونیه، 4 جمادی الاول 642. در این شهر باید سرپناهی بیابم. بعد از آن که مرد روستایی تا مرکز شهر رساندم، اولین کارم این شد که دنبال جایی برای ماندن بگردم. توی کاروانسراهایی که دیدم، کاروانسرای شکرفروشان به نظرم از همه مناسبتر آمد. کاروانسرادار 4 حجره نشانم داد. آن را که اساسش از همه کمتر بود انتخاب کردم. یک زیرانداز حصیری، لحافی مندرس، یک چراغ موشی، خشتی که به نیت بالش در آفتاب خشک کرده بودند و منظره زیبا. از ایوان که نگاه می کردی تمام شهر را می دیدی که تا پای تپه های اطراف کشیده شده بود. به این ترتیب زندگی خانه به دوشی را پس از سالها رها کردم و یک جانشین شدم. پس از جابجا شدن برای گشت و گذار در کوچه های قونیه از کاروانسرا بیرون آمدم. در هر گام با زبانی متفاوت، با دینی متفاوت و رسمی متفاوت مواجه شدم. به نوازنده های کولی، سیاحان عرب، زوار مسیحی، تجار یهودی، راهبهای بودایی، شاعرهای فرنگی، بندبازهای چینی، مارافساهای هندی، افسونگرهای زرتشتی و فیلسوفهای رومی برخوردم. در بازار برده فروش ها کنیزهایی دیدم که تنشان مثل شیر سفید بود و نیز خواجه سراهای سیاه پوست و دروش هیکلی که زبانشان از آن همه ظلمی که شاهدش بودند بند آمده بود. به دلاک‌های دورگردی که اسباب حجامت در دست منتظر مشتری بودند، به پیشگوهای باکره بلورین و نیز شعبده بازهایی برخوردم که آتش می‌خوردند. در راه‌ها زواری دیدم که به قدس می‌رفتند و سربازهای آواره‌ای که از آخرین جنگ صلیبی فرار کرده بودند. اهالی به لسان جنوایی، فرنگی، یونانی، فارسی، ترکی، کردی، عربی، ارمنی، سریانی، عبرانی و نیز لهجه‌های تکلم می‌کردند که ندانستم متعلق به کدام لسان است. این انسان‌ها به رغم تفاوت‌های بیشمارشان یک چیز مشترک داشتند: ناکامل بودن. هر کدامشان اثری بود نیمه تمام. قونیه به برج بابل میمانست. هر لحظه همه چیز در حال تغییر بود. در حال جدایی، در حال حل شدن، در حال نو شدن، در حال خراب شدن، در حال روشن شدن، در حال جان گرفتن و جان بخشیدن بود. چیزی که میدیدم کشمکش بود. دستپاچگی و این سو و آن سو دویدن بود. همه دردی داشتند، اما دوارسانی در کار نبود. بی آنکه فرقی بین انسانها بگذارم، به همه کس و همه جا نگاه کردم. دور از دردها و نزدیک دلهاشان قرار گرفتم. قاعده 16: خدا بی نقص و کامل است. او را دوست داشتن آسان است. دشوار آن است که انسان فانی را با خطا و ثوابش دوست داشته باشی. فراموش نکن که انسان هر چیزی را فقط تا آن حد که دوستش دارد میتواند بشناسد. پس تا دیگری را حقیقتا در آغوش نکشی، تا آفریده را به خاطر آفریدگار دوست نداشته باشی، نه به قدر کافی ممکن است بدانی، نه به قدر کافی ممکن است دوست داشته باشی. توی کوچه های تنگ گشتم که دو طرفش دکانهای درب و داغان بود و کاسبکارها پیر و جوان از صبح تا شب در آنها عرق جبین می‌ریختند. در هر گوشه‌ای بالاخره یکی پیدا می‌شد که درباره مولانا حرف بزند. کنجکاو شدم بدانم این همه محبوب بودن چطور چیزی است. این همه مشهور بودن و روی دست برده شدن و حلوا شدن چه تأثیری بر نفس آدمیزاد دارد. همانطور که ذهنم با این سوالها درگیر بود، به جای آنکه به طرف مسجدی بروم که مولوی در آن وعظ می‌کرد،
درست خلاف جهت مسجد رفته بودم. منظره اطرافم به تدریج تغییر می کرد. هر قدری که بیشتر به طرف شمال شهر می رفتم، خانه ها خرابتر و باغها و باغچه ها ویرانتر بود. بچه های فقیر و بیکسی دیدم که توی کوچه ها دعوا می کردند. فقط خانه ها و آدم ها نبود که عوض می شد. بوها هم عوض شد. رفته رفته تیزتر شد. بوی ادویه و روغن و سیر بیشتر شد. سرانجام به کوچه های تنگ وارد شدم. اینجا 3 بو بیشتر از بقیه بود: مشک و عرق تن و شهوت. پس به محله بدنام قونیه رسیده بودم. انتهای کوچه سنگفرش که سرباله تیزی داشت، خانه نیمه ویرانه بود. سقفش را که در حال فروغ ریختن بود با حصیر و نی پوشانده بودند. جلوی خانه چند زن در حال صحبت کردن بودند. همین که دیدند دارم نزدیک میشوم، ساکت شدند و با شک و شبهه نگاهم کردند. چهرهشان حالتی نگران و معذب داشت. کنار زنها یک باغچه بود، باغچه‌ای پر از گلهای سرخ و شکفته که زیباییشان هوس از سر انسان میرو بود. کنجکاو شدم بدانم باغبان این باغ کیست. نزدیک باغچه که رسیدم، یک دفعه در خانه با سر و صدا باز شد و زنی هیکلدار بیرون پرید. قد بلند و درشت هیکل بود و صورتی آویزان داشت. گوشت گردنش لایه لایه بود و شکمش به خمره میمانست. چشمهایش را که جمع می کرد، لایه های گوشت و چربی روی هم جمع می شدند و از چشمهای عسلیش فقط 2 خط باریک می ماند. لبهایش کلفت و آویزان، صورتش گرد بود و پشت لب بالاییش سبیل سیاه تیغ تیغی داشت. فهمیدم آدمی که دارم می بینم هم زن است هم مرد است. خنثی بود. خنثی با حالتی مشکوک پرسید: تو دیگر کی هستی؟ چه می خواهی؟ صورتش به جزر و مد میمانست، مثل آبی که گاه بالا بیاید و گاه پایین برود. یک بار مرد میشد، یک بار زن. خودم را معرفی کردم. چیزی نگفت. اسمش را پرسیدم. خودش را به نشنیدن زد. یک دستش را توی هوا طوری تکان داد انگار دارد مگس میپراند. بعد گفت: این طرفها به دردتون نمیخورد. پرسیدم برای چی؟ اوا، مگه نمیبینی اینجا چه جور خانه است؟ مگر شما درویش ها مدام هو نمی کشید و تا چشمتان به زن و دختر میافتد انگار لولو دیده باشید فرار نمی کنید؟ اینجا چه کاری داری؟ ببین دارم به تو اخطار میدم. آن وقت فکر میکنن چون رئیس اینجام اخلاق ندارم و همهش در فسق و فجورم. اما بدان که هر سال زکاتم را میدهم. توی ماه رمضان هم در اینجا را میبندم. الان هم تو را از گناه نجات میدهم. از ما دور بمان. اینجا بدترین و کثیف‌ترین جای شهر است. اینجاها نیا. اعتراض کردم و گفتم: حال آنکه به نظر من کثیفی در درون است نه بیرون، این هم یکی از قاعده هاست. با عصبانیت گفت: از کدام قاعده حرف میزنی مرد؟ قاعده 17. آلودگی اصلی نه بیرون است و نه در ظاهر، بلکه در درون و دل است. لکه ظاهری هر قدر هم که بد به نظر بیاید، با شستن پاک می شود، با آب تمیز می شود. تنها کثافتی که با شستن پاک نمی شود، حسد و خباثت باطنی است که قلب را مثل پی در میان می گیرد. اما خنثی خودش را به نشیدن زده بود. شما درویش ها مختان پاک معیوب شده. اینجا همه جور مشتری می آید. اما طایفه درویش ها اصلا و ابدا، اگر این طرف ها بگردی و بمانی، خدا آتش به سرمان می ریزد. چون آدم مومنی مثل تو را از راه به در کرده ایم. نفرینمان می کند. خانه خراب می شویم. برای همین زود کاسه کوزت را جمع کن رو برو. خندیدم. این فکرهای بیهوده را از کجا می آوری؟ یعنی به نظر تو خدا آدمی عصبانی و خشن است که آن بالا توی آسمان نشسته و تماشایمان می کند؟ گمان می کنی برای اشتباهاتمان از آسمان سنگ و قورباغه به سرمان می ریزد؟ چنین درکی از حق مگر ممکن است؟ خنثی رئیسه نوک سبیل نخمانندش را پیچاند و به عصبانیت نگاهم کرد. گفتم: نگران نباش. برای دیدن خانه‌ای مثل خانه تو به اینجا نیامدم. این باغ گل را دیدم و حیرت کردم. برای دیدن گلها نزدیک شدم. خنثی شانه‌اش را تکان داد. ها، آن را میگویی؟ کار یکی از دخترهاست. گیر داده بود که میخواهم گل بکارم. حرفی نزدم. این باغچه نتیجه هنر گلکویر است. به زنی جوان که جلوتر میان سرمایه ها ایستاده بود اشاره کرد.
چانه‌ای ظریف، اندامی بی‌عیب، چشم‌هایی همچون چشم آهو داشت که عمیق اما دردمندانه نگاه می‌کرد. آنقدر زیبا بود که هوش از سر هر بیننده‌ای می‌رو بود. به زن نگاه که کردم، حس کردم در حال گذراندن تحولی بزرگ است. خم شدم و در گوش خونسا طوری که فقط خودش بشنود گفتم: این دخترک به نظرم قلبش پاک است. روزی میرسد که به سفر معنوی برود. این باطلاق را ترک می کند. آن روز که رسید مبادا مانعش بشوی. خونسا خودش را عقب کشید و خشمگینانه نگاهم کرد. زبانت را مار بگزد. فکر کرده کی هستی؟ این دخترها سرمایه منند. خودم تصمیم میگیرم که با هر کدامشان چطور رفتار کنم. فهمیدی؟ ارباب اینجا منم. یالا گم شو، برو از اینجا. دیگر این طرف ها پیدایت نشود، وگرنه کله شغال را خبر میکنم. حواست باشد. پرسیدم کله شغال دیگر کیست؟ خونسا انگشتش را تکان داد و گفت: بلاست. نه از آن بلاها که فکر میکنی. حرفم را باور کن. اصلا دلت نمیخواهد بشناسیش. شانه‌ای تکان دادم و گفتم: هر که میخواهد باشد. الان میروم، اما ممکن است دوباره بیایم. اگر باز این طرف ها مرا دیدی تعجب نکن. از آن درویش ها نیستم که عمرشان روی سجاده به تسبیح انداخته باشند. آنها قرآن را سطحی میخوانند. من اما قرآن را همه جا میخوانم. در هر سنبلی، در هر مورچه‌ای، در هر ابری. آنچه میخوانم قرآنی است که نفس میکشد. خونسا قهقهه زد. یعنی چه؟ یعنی آدمها را مثل کتاب میخوانی؟ عجب چرت و پرت میبافی به هم. گفتم هر انسانی به کتابی مبین میباند در جوهرش. منتظر خوانده شدن است. هر کدام از ما در اصل کتابی هستیم که راه میرود و نفس میکشد. کافیست جوهرمان را بشناسیم. فاحشه باشی یا باکره، افتاده باشی یا عاصی، فرقی نمی کند. آرزوی یافتن خدا در قلب همه ما است. در اعماق وجودمان پنهان است. از لحظه‌ای که به دنیا می آییم، گوهر عشق را درونمان حمل می کنیم. آنجا می ماند به انتظار کشف شدن. این یکی از قاعده هاست. این بار نپرسید از کدام قاعده ها حرف می زنم. من هم ادامه دادم. قاعده 18. تمام کائنات با همه لایه ها و با همه بغرنجی هایش درون انسان پنهان است. شیطان مخلوقی ترسناک نیست که بیرون از ما در پی فریب دادنمان باشد، بلکه صدایی است درون خودمان. در خودت به دنبال شیطان بگرد، نه در بیرون و در دیگران. و فراموش نکن هر که نفسش را بشناسد پروردگارش را شناخته است. انسانی که نه به دیگران بلکه به خود بپردازد سرانجام پاداشش شناخت آفریدگار است. خونسا این بار دستهایش را در هم گره کرد. به جلو خم شد. چشمهایش را تنگ کرد. با حالتی تهدیدآمیز سر تا پایم را برانداز کرد و گفت: ای درویش دیوانه که برای روسبی ها موعظه می کنی. نمیدانم کی هستی، چه کاری و در قونیه به دنبال چی هستی، اما حواست را خوب جمع کن. اجازه نمیدهم این دور و برها مخ کسی را به کار بگیری. این را بدان، اطراف خانه من نگرد، وگرنه کله شغال می آید زبان درازت را می برد و من هم نمکش می زنم و نوش جان می کنم. اللا، بوستون، 28 مه 2008. اللا امروز صبح بیحالتر از همیشه بیدار شد. حال و حوصله نداشت. نه اینکه غمگین باشد، بیشتر به این میمانست که انگار به آستانه‌ای نزدیک شده که اصلا دلش نمیخواسته به آن برسد. چیزهایی در زندگیش تغییر میکرد. این را حس میکرد و انتظار میکشید. توی آشپزخانه همانطور که داشت قهوه درست میکرد، یک فهرست تصمیم‌ها پیدا کرد که بیشترها نوشته بود و بعد توی یکی از کشوهای کابینت گذاشته بود. نوشته‌هایش را کنجکاوانه خواند. کنار تصمیم‌هایی که عملی کرده بودشان با قلم قرمز علامت زد. 10 کاری که بیش از 40 سالگی حتما باید انجام بدهم. بعد از این منظم‌تر باش. از وقتت بهتر استفاده کن. برای خودت یک سررسید نو بخر. انجام شد.
رژیم بگیر، روغن و شکر و نمک را فراموش کن. مکمل معدنی و آنتی اکسیدان بخور. انجام شد. با چین و چروک‌ها مبارزه کن. از محصولات آلفا هیدروکسید استفاده کن. کرم جدید آلوور را فراموش نکن. انجام شد. روکش مبل‌ها را عوض کن. برای اتاق پذیرایی گیاهان زینتی جدید بخر. بالش‌ها را عوض کن. انجام شد. زندگیت را بررسی کن. همچی می شود گفت انجام شد. دیگر گوش نخور. هر هفته یک منوی بهداشتی آماده بکن. به بدنت خوب برس. می شود گفت انجام شده. کتاب‌های مولوی را بخر. هر روز دست کم 2 قطعه شعرش را بخوان. انجام شد. بچه‌ها را به یکی از نمایش‌های موزیکال برادویی ببر. انجام شد. نوشتن یک کتاب آشپزی را شروع کن. انجام شد. دلت را به روی عشق باز کن. اللا مدتی بی آنکه تکان بخورد همانطور ایستاد. نگاهش به آخرین ماده فهرست دوخته شده بود. موقع نوشتن این جمله چه فکری توی سرش بوده؟ در ذهنش چه می‌گذشته؟ با خود گفت حتما تأثیر ملت عشق است. از وقتی رمان عزیز زاهرا را می‌خواند زیاد به عشق فکر می‌کرد. عزیز گرامی، امروز روز تولدم است. حس می‌کنم به یک نقطه عطف رسیدم. به 40 سالگی که میرسی میفهمی پیر شده ای با همه سنگینیش. این مسئله به خصوص در مورد ما زنها صدق میکند. البته مجله های زنان در آمریکا با اصرار میگویند عمر انسان خیلی طولانی تر شده و 40 سالگی الان مثل 30 سالگی قبل است. چه کسی را میخواهند گول بزنند؟ 40 سالگی خب 40 سالگی است. الان در هر زمینه چیزهای بیشتری دارم. دانش بیشتر، کمال بیشتر، عقل سلیمتر و در صورتم چین و چروک بیشتر. در گیسوانم موی سفید بیشتر، حساسیت بیشتر، خستگی بیشتر. روزهای تولد معمولاً باعث خوشحالیم میشد. اما نمیدانم چرا امروز صبح از خواب که بیدار شدم در سینه‌ام سنگینی حس میکردم. لحظه‌ای فکر کردم زندگی هم همینطوری میگذرد و تمام میشود و این فکر لرزه بر اندامم انداخت. آیا واقعاً میخواهم زندگیم عوض بشود؟ یک دفعه فهمیدم اگر در جواب این سوال بله بگویم یک جور می شود، اگر نه بگویم یک جور دیگر. هر دو جواب هم می ترساند مرا. با این امید که از من سراحل‌تر باشی، دوستت اللا. بعد از تحریر. فکر کنم نامه‌ام کمی غمگین شد. ببخشید. این روزها خیلی با خودم سر و کله میزنم. شاید تأثیر رمانت باشد یا اینکه رسما وارد بحران میانسالی شدم. الالای عزیز، تولدت مبارک. 40 سالگی هم برای مردها هم برای زنها بهترین سن است. به نظرم عدد 40 سحرآمیز است. بیهوده نیست طوفان نوح 40 روز طول کشید. آب همه جا را گرفت، اما این ویرانی سراسری در عین حال همه چرک و کثافات جمع شده را نیز پاک کرد و به زندگی فرصت شروع دوباره داد. در تصوف اسلامی عدد 40 نشان دهنده زمانی است که برای گذر از مرتبه‌ای به مرتبه دیگر صرف می شود و نماد بیداری معنوی است. معرفت 4 مرحله اساسی دارد. در هر مرحله 10 درجه موجود است که در هر مجموع 40 می شود. حضرت عیسی 40 شبانه روز در صحرا چله نشست. حضرت محمد در 40 سالگی مبعوث شد. بودا زیر درخت زیرفون 40 روز غرق تفکر شد. و البته که 40 قاعده طلای شمس را هم نباید فراموش کرد. انسان در 40 سالگی مسئولیتی جدید بر عهده میگیرد. به نظرم وارد سن باشکوهی شده ای. اصلا هم لازم نیست نگران پیر شدنت بشوی. 40 رقمی چنان قدرتمند است که چین چروک‌ها و موهای سفید در مقابلش هیچند. با امید اینکه مراقب خودت باشی عزیز. زهرا.